مناسبت روز معلم یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مطهری رو گرامی می‌دارم که به معنای واقعی کلمه یک معلم بود. همه اون خصوصیاتی که ما در معلمین مدارسمون یا مدرسین دانشگاهامون انتظار داریم در این مرد وجود داشت. علم داشت، تعهد داشت، دقت داشت، پیگیری داشت، نظم و انضباط در کار داشت. خیلی خصوصیات مثبت در این مرد بزرگ وجود داشت. به حمدالله شهادت او هم برکاتی برای کشور داشت. خود ایشون که خب به مقامات عالی رسید و آثار ایشون بر اثر این شهادت در دل جامعه جا باز کرد و من توصیه میکنم نوشته های ایشون و تنظیم شده های سخنرانی های ایشون رو حتما به خصوص معلمین اینا رو نگاه کنن، بخونن، خیلی به دردتون میخوره. هم در زبان هم در عمل